به پرونده اورز وزیربیکوف فعال بدخشانی در روسیه که 4 ماه پیش در شرایط مرموز در تاجیکستان دستگیر شد اتیوم نف اضافه کردند. پیوندانش روز 20 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند این دفعه او به از خودکنی مبلغ گمانبر است. مقامات اتیوم نف وزیربیکوف را شرح نمیدهند. اورز وزیربیکوف بعد از بازداشتش بر اساس قسم 2 ماده 307 کد اجراتی تاجیکستان تندگرایی با استفاده از اینترنت متهم شده بود. یکی از شخصان نزدیکش روز 20 اکتبر به رادیوی آزادی گفت مقامات تفتیشاتی او را برای از خود کردن پولهای متهم کردند که ساکنان بدخشان به عائله‌های آسیب دیده عملیات سال 2012 از خارج فرستاده بودند. آن زمان وزیربیکوف در بدخشان میزیست و رئیس محله اوپیده یا تیرچه دچار خورق بوده است. به گفته نزدیکان واقعا او همراه چهره‌های دیگر با نفوذ شهر در جمع‌آوری و تقسیم مبلغ به مردم آسیب دیده کمک می‌رساند ولی پول مردم را نگرفته است. پیوندان فعال بدخشانی او را بیگناه می‌دانند و از علاوه شدن اتهام نو در پروندهش نگرانند. ما نمی‌دانیم به خاطر چه مقامات به هر راه می‌خواهند باز یک ماده دیگر را به گردنش بار کنند. گفتند که گویا مبلغ را گرفت و جرایی کرد. این یک تهمت است، گفت یکی از خویشاوندان وزیربیکوف به رادیوی آزادی. بنا به گفته خواهر اورز وزیربیکوف در بازداشتگاه و در حضور نمایندگان مقامات با او ملاقات کرده است. وزیربیکوف از چیز شکایت نکرد اما به نقل خواهرش سخت لاغر شده است. اورز وزیربیکوف همراه فعال دیگر بدخشانی رمزی وزیربیکوف آخر ماه ایول امسال در روسیه ناپدید شده دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. آنها در نواری که معلوم نیست در چه شرایط ثبت شده است گفتند اختیاراً برگشتند اما نزدیکانشان میگویند این همه صحنه سازی بود. این دو فعال بدخشانی با نظرهای تنقیدیشان درباره مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته شده بودند. نزدیکان آنها قبلا شکایت کرده بودند که اورز و رمزی وکیل مدافع دولتی دارند اما وضع را بازگو نمی‌کند. پس از تظاهرات و ناآرامی‌های ماه امسال در بدخشان که با مرگ 10 نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان 100 نفر از جمله فعالان مدنی بدخشان را دستگیر و به اطلاع داستانی کل تا 77 نفر را جزا دادند. بازداشت شده‌ها و نزدیکانشان میگویند اتهامات بی اساس است. سازمان‌های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای چنین رفتار سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر چند پیش از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه‌های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت‌های غیر قانونی آنها را بس کنند. مقامات پیوسته گفتند که اعضای گروه‌های جنایی را در بدخشان از بین برده طرفداران آنها را دستگیر کردند، چیزی که فعالان قبول ندارند.